من یک شنبه امتحان پاتولوژی اختصاصی دارم. الان چهارشنبه است. میخوام بریم اسلایدایی که در طول ترم خوندیم و امروز ریویو کنیم. پاتولوژی توی فارسی به آسیب شناسی ترجمه میشه و اینجوریه که بافتایی که حالا به علت بیماری یا هر چیزی آسیب دیدن اون شما میذارید زیر میکروسکوپ و میبینید که چه تغییرات میکروسکوپی درشون رخ داده. تاثیرات جنگ همینقدره که کار با میکروسکوپ فراموش کرد. اسلاید B80 تب برفکیه که سلک پورکنج رو بین سلک عضلانی ببینیم، نکرو سلک تکسته غالبن، معده اصلی اینا هاش. تو بافت کبدیم، هپاتیت داریم، التهاب مولتی فوکال و مجموعه صفراوی به شدت بزرگ شده، اطرافش بافت همبند تشکیل شده. همین رو داریم می‌بینیم. کلانژیوپلازی مثلا اوضاع خیلی خرابه. تفلات واسه اینکه تلف نشیم، خطرشوش واسه اینکه پول نشیم و اسلاید واسه اینکه نیفتیم. ساعت 11 من دارم میبینم و تمام تا یه شنبه که امتحان داریم.